یه روز از خواب بلند شدم، دیدم نمیتونم راه برم. به مادر پدرم گفتم، اولش جدی نگرفتن. 2 روز گذشت، ما رفتیم دکتر گفت این بیماری نادریه و باید آزمایش بدیم. نمیتونستم، پام قفل شده بود و دکتر گفتش که از پا به بالاتر میاد دیگه، همه جای بدن قفل میشه. و ما رفتیم که آزمایش بدیم. یه 10 روز بعد آزمایش میومد، جواب آزمایش. ما رفتیم تو خونه، مادر پدرم سر رفتیم که آزمایش بدیم. یه 10 روز بعد آزمایش میومد، جواب آزمایش. ما رفتیم تو خونه، مادر پدرم سر جانماز سجاده خوابشون برد و من چیزی که یادم میاد، داشتم توی خواب یه مدحی رو زمزمه میکردم که همین یا حسین غریب مادر بود. یا حسین غریب مادر، همونی که از 3 سالگی با بله همین یا حسین غریب مادر بود که همینطور از خواب بلند شدم، مادرم رو صدا کردم و بیدارش کردم. گفتم مامان ببین من دارم راه میرم. بلند شدم و صدا کردم، مادرم گفتش که پس خوابم تعبیر شد. تو خوابشون یه آقای سبزپوشی اومده بودن، مادرم میگفتن که گفته بودن که ما این بچه رو شفا میدیم به خواست خدا که بتونه بیشتر پرچم این نسل رو بالاتر ببره. و دیگه از همون موقع و زمان بود که مادرم بیشتر پی کار من رو گرفت و دیگه این عاشقی شروع شد. یه روز از